درود بر همگی. من رضا اسماعیلی ام از صفحه اینستاگرامی اسماعیل تو نیوز و امروز در خدمت دکتر زاگرس رشیدی هستیم. متاسفانه یک تأخیری به وجود اومد در ضبط این برنامه که مقصرش هم خود من بودم، اما به هر حال با هر تأخیری که بود امروز شروع کردیم و ویدیو رو داریم ضبط میکنیم. دکتر رشیدی، خیلی از دوستان پرسیدن که اگر امکانش هست یک بیوگرافی از قبل و حال حاضر خودتون ارائه بدید که دوستان بیشتر بتونن باهاتون آشنا بشن. درود خدمت شما آقای اسماعیلی و دوستانی که این ویدیو رو میبینن. خب من در حوزه جغرافی سیاسی تحصیل کردم در دانشگاه تهران، مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. چند سالی تدریس کردم تو حوزه پژوهش. چندین تا مقاله بودن، بیش از سی تا مقاله علمی پژوهشی داشتم، مقالات داخلی بین المللی. کتبی نوشتم تو حوزه آمایش سرزمین که بحث مدیریت سرزمینیه، بحث این که چطور ساختار یک کشور بر اساس اون سرزمینی که داره، بر اساس فعالیتایی که داره و بر اساس جمعیتی که داره، چگونه میتونه به سمت درست و منطقی حرکت بکنه توی حوزه خارج، یعنی سیاست خارجی که پایان‌نامه ارشدم حوزه سیاست خارجی بوده. در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه و ترکیه کار کردم. یک کتابی در حوزه چین و آسیا پاسیفیک نوشتم که در مورد ارزیابی و آینده پژوهی قرن 21 که دنیا داره به چه سمتی میره و چرا آسیا پاسیفیک و اساساً جنوب شرق و جنوب شرق آسیا اینقدر اهمیت داره. سپاس از شما دکتر جان. طبق کتاب خودتون الان داریم به کجا میریم؟ دقیقاً کجا قرار داریم و تحلیلتون از شرایط حال حاضر چیه؟ چطور میبینید وضعیت حال حاضر رو؟ خب جهان داره به یه سمتی میره بر مدار بازیگران بزرگ، یعنی ایالات متحده، چین و پس از اون روسیه و اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا یک زمانی در همین اروپا یک بازیگری بود به اسم امپراتوری عثمانی که اسمش رو گذاشته بودن مرد بیمار اروپا. امروز اتحادیه اروپا اون مرد بیمار نظم جهانیه و صرفا میخواد اون جایگاه حداقلی که فعلا داره حفظش بکنه و رفتاراش بر اون اساسن. روسیه یک بازیگر بری و خشکی در قلب دنیا، یعنی اون جایی که نظریات انگلیسی متوجه محاصره روسیه بودن، کسی مثل مکیندر که اومد متمرکز شد و همچنان اون ایده رو دارن اروپایی‌ها به همون روشی که انگلیسی‌ها گفتن دنبال میکنن برای مهار روسیه. چین یک قدرتی که سر برآورده و امروز توجه بر مدار چین و نه تنها چین بلکه هند، کره جنوبی و سایر کشورها داره میچرخه. این که یک دعوایی است و یک زورآزمایی که قدرت از غرب، یعنی ایالات متحده، به شرق منتقل بشه. قبلا به لحاظ فیزیکی، یعنی صنایع سنگین، منتقل شدن به شرق و حالا در حوزه تکنولوژی، در حوزه سیاست، امنیت تلاش میشه که مشرق زمین جایگزین قدرت غرب بشه با افزایش تولید ناخالص داخلی و از اون طریق تأمین مالی اون لوجستیک و بحث نظامی و در ادامه همینجوری زورآزمایی که با ایالات متحده داره. و مهمتر از همه اینا ایجاد راههایی که قبلا نبوده، یعنی قدرت غرب بر مدار دریاه و چین تلاش میکنه هم در دریا با غرب رقابت کنه و البته جاده ابریشم رو باز کنه یک بار دیگه که بتونه از اون طریق بازیگران قدیمی برگردن به مدار قدرت با محوریت چین. و حالا ما میبینیم بریکس رو دارن، پیمان شانگهای رو دارن. اینا همه تلاشایی برای اینکه آمریکا رو از اون نظم یک کتاز خودش پایین بکشن، دلار رو تضعیف کنن، سویفت رو جایگزین کنن با یک سیستم تراکنش متفاوت کشتیرانی به همین شکل. و داستانی که داره پیش میره و در این میان ما هم در مسیر این استراتژی کلان هستیم. حالا اینکه اگر آمریکا موفق بشه که نظم خودش رو تمدید کنه به معنای آزادی ایرانه، و اگر آمریکا موفق به تمدید نظم خودش نباشه، ما خب گرفتار این مسئله جمهوری اسلامی هستیم تا اینکه خودمون
چه کار خواهیم کرد و در این نظم آیا ملت ایران به عنوان یک عنصر فعال عمل خواهند کرد یا ما باید منتظر بمونیم که دیگران ما را آزاد کنند که نظم جهانی تمدید بشه، که اگر ما مشارکت نکنیم شاید برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن ترامپ دنبال معامله خودشه، شاید با عدم اقدام درست ما یک ضربه هم با آمریکا وارد بشه. درسته. جناب دکتر، با توجه به گفته هایی که گفتین و مسائلی که در همین محدوده خودمون وجود داره، شما جز اولین نفراتی هستین که ایده مسلح شدن مبارزین داخل ایران رو دادین و این اتفاق هم بعد از کشتار دیما اتفاق افتاده. این مسلح شدن رو به چه شکل باید اتفاق بیفته و توسط چه کسانی باید انجام بشه و اصلا باید برن سراغ چه کسانی؟ این واقعا یکی از سوالات خیلی مهمه. خب من این رو اشاره بکنم، قبل از این جنگ و در حدود جنگ 12 روزه ما یه گفتگوی مفصل حدودا 1 ساعت و خورده ای داشتیم که فکر کنم همچنان هم موجود، اگه نمیدونم حالا باید نگاه کنم ببینم، شاید در اینستاگرام باشه. یک لایوی بود که ما اومدیم در مورد گاردهای جاویدان صحبت کردیم، یعنی در مورد کمیته های مردمی نجات ملی، به اون شکل که بعد یکی از دوستان داخل ایران پیشنهاد دادن که این همون نام گارد جاویدان برش باشه. بعد در اندیشکده مسائل ایران همون موقع از داخل ایران یکی از بچه ها یک مقاله تحت عنوان گاردهای جاویدان نوشت قبل از اینکه دفترچه بیرون بیاد. تصوری که ما از گارد جاویدان داشتیم به شکل مبارزه مدنی نبود، یعنی اساسا تصور ما از گارد جاویدان با توجه به عوامل مختلف، یکی این که ما جغرافیای ایران رو میشناسیم، ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم، سپاه پاسداران رو میشناسیم. من هیچگاه، دوستان میتونن در پیج من ببینن اون بالا هایلایت کردم که هیچ وقت از دل سپاه ریزش به اون شکل صورت نمیگیره، سپاه هیچگاه به آزادی ایران کمک نخواهد کرد و توضیح دادم که سپاه اگر ریزش هم بکنه ریزش سلبی خواهد کرد، ریزش سلبی و ایجابی داریم. ارتش میتواند ریزش ایجابی بکنه، یعنی اینکه نه تنها از جمهوری اسلامی فاصله بگیره بلکه در کنار مردم قرار بگیره، نه به صورت سازمانی، به صورت فردی، چون سازمان ارتش فاسد و باطل شده توسط جمهوری اسلامی و سپاه چون یک نیروی ایدئولوژیکه، انتظار همکاری و همیاری از سپاه برای آزادی ایران مثل اینه که از داعش بخوای علیه خودش بجنگه که دموکراسی در یک پهنه‌ای که همونجا در اشغال داعشه ایجاد بشه. سپاهیان میتوانند ریزش سلبی بکنن، یعنی که به کمک مردم نیان در خونه هاشون بشینن و همونجا ما توضیح دادیم که این شرایط معلول چی هست، یعنی اینکه باید یک تهدیدی بر روی زمین باشه، گاردهای جاویدان باید بتوانند تهدید بکنن و همونجوری که از آسمان ناامنی بر سرشون میباره، در خیابانها و کوچه ها و شهرها و روستاهای ایران این ناامنی رو لمس بکنه و اون موقع ریزش سلبی خواهد کرد. خب اون موقع خیلی منتظر اسیسی بودن، خیلی منتظر این بودن که سپاه ریزش کنه بعد بیاد امنیت ما رو هم تأمین کنه و دیدیم که شاهزاده در میانه همین جنگ اومد و از ارتشیا گلایه کرد که شما چطور ایستادین و در حالی که هشت و شعبی اومده در خاکتون داره این کار رو میکنه. این حرف شاهزاده میخی بر تابوت این تفکر بود که انتظار از سپاه داشته باشی، چون شاهزاده مستقیم انتظار از ارتش رو مطرح کرد، از ارتشیا نه از ارتش. من بین ارتشیا و ارتش تفاوت قائلم. ارتش یک سازمان از جمهوری اسلامی 47 سال باطل شده و خیلی از ارتشیا هم شما تصور کنید کسی که در سال 1370 اومده عضو ارتش شده، یعنی 13 سال بعد از انقلاب حدوداً 1400 بازنشست شده. یعنی ما هیچ ارتشی که یادگار و خط و نشانی از دوره آریا مهر داشته باشه نداره. به هر صورت یعنی این ایده ای که ما، یعنی تصور ما از گارد جاویدان این بود که گاردی که مجهز باشد، نه اینکه کسانی برن در کف خیابون اتفاق بیفته. هستش، ویدیوش هست، من مستند صحبت میکنم. نگاه در مورد سپاه هم قبلا مطرح کردیم چون سپاه رو میشناسیم، از به هر حال تجربه زیسته ما در ایران بوده و دقیقا سپاه رو هر ایرانی میشناسه. من نمیدونم چجور وقتی
قلم به دستا میخوان کاری بکنن این رو درک نمیکنن و فهم نمیکنن. بعد از اینم ما اومدیم از ایده تجهیز صحبت کردیم. ما پنجره های فرصتی داریم، یعنی اینکه ما دو تا استراتژی کلی برای تسلیح مردم داریم، برای تجهیز مردم. یک، به همین شکلی که از مرزها بیاد از قاچاقچی میگیرن. خب این ایده محدود است با توجه به اینکه عراق هشت شعبی درش است و دولت مردای فاسد عراق و جمهوری اسلامی همکارن، از ترکیه نمی شود. جمهوری آذربایجان و ارمنستان داستان خودشونو دارن، ترکمنستان که اون داستانهای مجزای خودش، افغانستان خودش بحران زده است و پاکستان هم با جمهوری اسلامی خوبه و در جنوب ما هم دریای پارس و همچنین دریای عمان قرار داره و در شمال ما هم مستقیم از آبی میرسی به مسکو که خودش یکی از کلیددارای تهرانه. به هر صورت جبر جغرافیایی ما این شرایط رو فراهم نمیکنه. در نتیجه به صورت جزئی میشه نیرو وارد کرد، یعنی یک سری تجهیزات وارد کرد و میگم پنجره زمانی تا قبل از جنگ 12 روزه میشد در حد قابل توجهی مردم رو تجهیز کرد یا گروه‌های تجهیز بشن که بعداً ایده تجهیز و این مبارزه، یا من این رو اینجوری میگم توازن خشونت، یعنی وقتی حکومت خشونت به خرج میده تو همون چیزی که دست اون مأموره با تو داشته باشی و این میشه ایده توازن خشونت. و این ایده توازن خشونت تا قبل از جنگ 12 روزی که فضا اینقدر امنیتی نبود میشد کارهایی کرد. اون پنجره بسته شد. از جنگ 12 روزه تا دیما تحت فشار بود ولی همچنان اتفاقاتی میشد رقم زد. ولی بعد از دیما جمهوری اسلامی به گونه دیوانواری هر کسی رو که بوی باروتی هم از نزدیکی شنیده میشد در لیست اعدام خودش قرار میده. خیلی از بچه‌ها رو گرفتن. و بعد از این داستان اینه که یک جنگی داشتیم حدود 39 روز 40 روز طول کشید. در کنار ایده زمینی تسلیح مردم بایستی یک سند جامع و یک نقشه راه وجود داشت که برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها قابل راستی آزمایی بود. یعنی نشون میداد شما با اون نقشه راهت، با اون پلنی که داشتی، از تخصصهای زیاد، نه از این بلاگرا و از این که همه کاره شدن، یه بار ورزشکارن، یه بار بلاگرن، یه بار فرمانده لوجستیکن، یه بار فرمانده میدانی هن، یه بار نمیدونم کارزار مامور برگزار، موسادن، یه یه بار بار پول جمع ساواکی هن. میکنن، یه بار پول جمع میکنن، یه بار نمیدونم در هر جایگاهی قرار میگیرن. و این چجوری بگم، من نمیخوام خیلی از لفظ بدی استفاده کنم. به هر صورت اتفاقی که افتاد بایستی از تخصص استفاده میشد، از چیزایی که همین الان من اسمشون رو بیارم. من به قطع به یقین بهتون میگم در اپوزیسیون اسم این رشته دارم بعضیا نشنیدن، برای مرتبط و مرج با جغرافیای نظامی. به هر صورت بایستی از این افراد استفاده میشد، یک نقشه راهی میدادی که وقتی روی میز آمریکا میذاشتی میفهمید که تو سرزمین خودت رو میشناسی. سرزمین خودمون رو که میشناسیم ولی از بعد نظامی یعنی یک درک کافی از سرزمین خودت داری. و با توجه به ارتباطات، ببینید با توجه به ما میدونستیم جنگ میشه. من قبل از جنگ 12 روزه، حتی 3 روز یه هفته قبل جنگ 12 روزه اومدم گفتم اسرائیل دستور تخلیه مناطقی از تهران رو میدین. ارزشی ها اومدن گفتن داداش چی زدی؟ گفتم حالا میفهمید که داستان چیه. شما همون افیون ایدئولوژی شیعه و اسلامی رو شما زدین. به هر صورت شد و دیدین که دستور تخلیه شد. وقتی شما میدونید جنگ میشه قرار نیست که یک کارشناس بیاد بگه آره جنگ میشه، دیدی من گفتم. نه خیر. چرا باید تشخیص بدیم که یک امری مثل جنگ یا یک امری مثل اعتراضات شروع میشه؟ اصلا فلسفهش در اینه که ما وقتی متوجه شدیم قرار جنگ بشه که بدونیم که از این جنگ میخوام چه استفاده بکنیم. از قبل در شرایطی که هنوز جنگ نشده شما باید گروهات رو سازماندهی میکرد. یعنی این سازماندهی گاردای جاویدان 2 سال قبلش بایستی شروع میشد و آماده میشدن. شما نیروهات رو وقتی داشتی به مخاطره نمینداختیشون. الان هر کسی از راه میرسه متاسفانه شروع میکنه آره من دارم استارلینگ میفرستم، سلاح میفرستم، تجهیزات میفرستم. شما آیا علم نظامی داری؟ امنیت؟ کلی از بچه های مردم رو شما داخل گیر انداختین. الان بعضی هاشون من میدونم دیگه، بعضی هستن که میشناسمشون از نزدیک و این افراد الان در نوبت اعدامن. کی میخواد جواب این افراد رو بده؟ شاید روزی
اون افرادی که باعث شدن با این ندانم کاری، ما بیایم ازشون سوال قطعا میپرسیم. اگه این بچه ها یکیشون جونشون به خطر بیفته، قطعا اولین کسی از این بچه ها که اون اتفاق امیدوارم که نشه، ولی یکی از این بچه ها بره بالای دار، ما میایم اینجا واضح در موردش صحبت خواهیم کرد. نبود یک فرماندهی متمرکز و دست اهلش باعث شده هر کسی، هر اپورتونیستی، هم فرصت طلبی، هر کسی که احساس میکنه از این مسیر هم میتونه $20 $200 $2000 بزنه به جیب اومد اینجا. بعضی هم از سر چجوری بگم خیرخواهی اومدن ولی تخصصشون نیست، و این آشفتگی، آشفت بازاری که وجود داره. طرف تا دیروز معلوم نیست کارش چی بوده، امروز اومده من نمیدونم دارم ساپورت میکنم، من دارم چی میرسونم. به هر صورت در جریان جنگ ما یک فرصتی داشتیم که آمریکا ما رو تجهیز کنه، ولی نقشه که نبود آمریکا کی رو تجهیز کنه؟ دیدیم که برای احزاب کردی تمرکز، حتی روی احمدی نژاد شرط بستن ولی روی ما شرط نبستن. باید ببینیم این آسیب کجاست و به جای واکنش بد نشون دادن به فکر فرو بریم. درسته دکتر، من سوالم رو حقیقتا جوابش رو نگرفتم، ولی میخوام بحث رو یه جور دیگه ای باز بکنم. شاهزاده رضا پهلوی برنامه مشخصی داره، یک برنامه پنجگانه‌ای داره که فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، حمایت حداکثری از مردم، ریزش حداکثری از درون رژیم و سازماندهی حداکثری ایرانیان داخل و خارج و پروژه شکوفایی. هیچ گونه اقدامی برای سازماندهی گروه های مسلحانه در این برنامه وجود نداره، یعنی تماما به سوی اقدامات مدنی هست. اما خب تشکیل گاردهای جاویدان و دفاع مشروع رو ما روی میز داریم. حالا با توجه به همین صحبت هایی که انجام شده، وظیفه این که گروه های مسلح باید در ایران تشکیل بشه، هرچند ما داریم میبینیم دوستان تا پیش از اتفاقات یکی دو هفته اخیر بسیار با ترس و لرز می اومدن راجع به مسلح شدن صحبت میکردن، اما الان هم در واقع صحبت نمیکردن، اما الان در لفافه و با ترس و لرز یک تیکه هایی میپرونن که بله شاید بهتر باشه مسلح بشه، یا بهتر اینه که بریم سراغ آمریکا برای مسلح کردن مردم داخل. با توجه به اینکه برنامه شاهزاده مشخصه، برنامه پنجگانه‌شون مشخصه، ما سراغ چه کسانی باید بریم که بتونیم مردم رو داخل مجهز بکنیم و در واقع چه کسانی باید مسلح بشن؟ من کلیت سوالم در این مورد هست. خب ببینید، ما یک رهبری ملی داریم، چیزی که به چالش خورده بود سالها که بحث سرش بود، ولی خب در دیما و قبل از دیما این رهبری شکل گرفت برای یک انقلاب که اون در خاورمیانه، من باز میگم جنگ داریم نه انقلاب. دو بعد داریم، یک بحث رهبری سیاسیه و یکی هم فرماندهی نظامی و میدانی. یعنی اینو اول ما این ساختار رو باید بپذیریم، یعنی ما یک رهبر داریم، یک فرماندهی متمرکز با فرماندهان مختلف که نه به این شکل که تخصصشون این باشه. یعنی ما باید از نظامیایی که وجود داره، از کسانی که در این حوزه بودن، بخشای فنیش، بخشای نقشه، تهیه نقشه را، بخشای استراتژی های نظامی، همکاری با بازیگرانی که وجود دارن، افرادی بایستی میرفتن آموزش میدیدن. حالا من نمیدونم تا چه حدودی این کار انجام شده. ما یک رهبری ملی داریم و یک سیستم فرماندهی واحد میدانی میخواستیم که دقیقا جای این فرماندهی میدانی کاملا غایبه. جاشو چی پر میکنه؟ هیاهو. جاشو چی پر میکنه؟ هر کسی از راه میرسه من میخوام یه عده رو تجهیز کنم، معلوم نیست اصلا اینا شکاف امنیتی توشون هست که حالا بعدها شاید در موردش صحبت کنم. به یک حدودی وقتی رسید بعضی چیزا رو مطمئن شدم. و مسئله ای که وجود داره کننده کار، یعنی ما یک سیستم فرماندهی میخواستیم که از مجرای اون سیستم من همین الان اگه بگم فلانیا و فلانیا رو باعثی تجهیز میکردیم دارم دروغ میگم. چرا؟ باید به واسطه مجموعی از نیروهایی که تحت اون فرماندهی هستن یه اتاق عملیات، یعنی الان باعث یه اتاق عملیات میداشیم، یه اتاق جنگ روانی.
خب جنگ روانی رو که بلاگرها، شبکه ایران اینترنشنال، من و تویی که الان تعطیل شد، خیلی ها علیه جمهوری اسلامی همه دارن جلو میبرن، هر کسی سهم خودش رو. ولی اتاق عملیات ما نداریم واقعیتش. و اون اتاق عملیات کارش همین بود که یک جمع بنشینن، ارزیابی بکنن از مجموع ارتباطشون با کل مناطق، بتونن افرادی رو آماده بکنن برای اون شرایط خاص. من میگم به صورت زمینی نمیشه خیلی رو تجهیز کرد الان در این شرایط و ریسک امنیتیش بالاه، اما در خلال جنگ میشد و در موج بعدی جنگ که به نظر من باز بالاجبار شاید اتفاق بیفته، در اون موج ما باید دیپلماسی جنگ رو داشته باشیم که توسط رهبری ملی انقلابه و نقشه جنگ رو داشته باشیم توسط فرماندهان تهیه میشه روی زمین، نه در توهم. و اون نقشه جنگ روی زمینه که اون آمریکایی اون اسرائیلی رو قانع میکنه که این دفعه روی شما شرط ببنده، نره به سراغ این که اسلحه بده به یه سری جریانات که معلوم هم نیست کیان. و حالا ترامپ میگه کردها، اصلا معلوم نیست کیه این گروه کیه، یا این که احمدی نژاد یک خبری ازش بیاد که یه از مقامات سابق امنیتی اسرائیل میاد به این مسئله اشاره میکنه احمدی نژاد جزئی از پازل رژیم چنج بوده. یعنی بر ما حساب نمیکنن و بر احمدی نژاد جنایتکار که این همه سابقه تیره و تار داره. به هر صورت اون فرماندهی شکل نگرفته و اون گارد جاویدان باید از اون حالت که تصور سانتیمانتالی ازش شکل گرفته باید بیاد وارد عرصه جدی بشه. گارد جاویدان یک طیفه، یک جایی از میراث فرنگی حمایت میکنه، یه با آثار تاریخی، یه جا از جنگل ها و مراتع که در شرایط بحران غارت نشن از بانک ها، سرمایه هایی که ملت داره، یه جاییش عموم مردمن، یه بخشیش لوجستیکه که اگه درست جلو میرفت مثلا خود زنای خونه دار میتونستن لوجستیک، یا زنان، کسانی که نمیتونن توان مبارزه داشته باشن لوجستیک بودن. ما تا در خیابون نمونیم چند شبانه روز جمهوری اسلامی نمیره، برای اون غذا نیاز بود. کی میخواست به این مردم غذا برسونه؟ ما گارد جاویدان بخش لوجستیکش رو میخواستیم. همین الان اینجا میگم اگر فردا یه بار دیگه باز رفتن نگن که آره ما اینا رو میدونستیم، یکیشون بیاد توضیح بده. دوستان دارم میگم که بخش لوجستیک داشته، بخش اون هسته سختی هم گارد جاویدان داره که کارش چیه؟ تجهیزات باید برسه به دست اونا. کار فرماندهی چی؟ اونا تشخیص بده و اونا رو سازماندهی کنه، بدون اینکه اینا رو درگیر قاچاقچی و قاچاقبر اینا بکنه که یه شکاف امنیتی درست بشه و اینجوری بچهای مردم بیچاره بشن. یعنی باید در شرایط اینا وارد عمل بشن که بدانید یه جمهوری اسلامی رفتنیه. و این سلسله عوامل دقیقا یک عملیات نظامیه و یک جنگه. شما با انقلاب اشتباه گرفتیم. به هر صورت من دیدم یکی از این مجریای معروف آقای ویسی، مراد ویسی، اومدن گفتن که جمهوری اسلامی کاری کرد که ما ندیده، این همه انقلاب شده بود ما ندیدیم که همچین بلایی سر مردم بیاد، اینقدر قتل و کشتار بشه. بله آقای ویسی ندیدین، چون ما چشممون همش به آمریکای لاتین بوده و اروپای شرقی، کتابا از اونجا ترجمه شده و یه سری نظریات دلخوش کنک. اما مسئله‌ای که وجود داره بیخ گوش شما، سوریه 600,000 نفر از 30 میلیون سوری قتل عام شد توسط بشار اسد و در لیبی با تبر مردم رو تو خیابون دو شقه میکردن. ما در عمق خاورمیانه قرار داریم. شما چرا همش نگاه به اروپای شرقیه؟ چرا همش انقلاب رنگی و مخملی و سبز و آبی و نمیدونم گله های وارونه و از این داستانه ها؟ وقتی شما خاورمیانه نگاه کنید سابقه کشتار دیده میشه. در نتیجه وقتی بپذیری اینجا در جنگ با جمهوری اسلامی و انقلاب زمانی اتفاق میفته که جنگ رو شما پیروز بشین، در نتیجه میرین باید اتاق عملیات داشته باشین، باید ارتش داشته باشید. ارتش که ترکیب، حالا در زمانی که اون تهدیده در خیابان ایجاد میشه، اون بدنه ارتش، بعضی از ارتشیان، نه خود ارتش به صورت کامل، میاد و باز کمک میکنه، تجربه دارن. به این شکل باید جلو رفت و منطقه بندی که وجود داره. من همچنان میگم ایده ای که فتح تهران در انقلاب مشروطه بود بی دلیل نبود و اصلا راهش هم این بود. الان هم با اینکه تکنولوژی رشد کرده، البته آمریکا باید جمهوری اسلامی رو به لحاظ بحث پهپادی و موشکی به نقطه‌ای میرسوند که نتونه از آسمون جون مردم رو به خطر بندازه و اون موقع نیرو روی زمین حرکت بکنن. چرا آمریکا این کار رو نکرد؟ چون نیروی روی زمین نبود.
مردم دلشون میخواد این کار رو بکنن، ولی نه آموزش دیدن، نه سازماندهی شدن و نه تجهیز. در نتیجه نیروی آمریکایی هم اگه بخواد وارد بشه تا تهران رو تحویل ما بده، 2 تریلیون دلار باید از جیبش خرج کنه. 29 میلیارد دلار آمریکا در همین 39 روز خرج کرد. میبینید که چه بلندگوهای علیه ترامپ به صدا در اومدن و از همین داخل بعضی از اینایی که اپوزیسیونن داخل دارن فوش میدن به ترامپ و به نتانیاهو. یعنی اینقدر درکشون از واقعیت های سیاست و امنیت و جنگ و انقلاب بچگانه هست و کوته فکرانه هست که امروز دارن به ترامپ فوش میدن. ترامپ باید 2 میلیارد دلار هزینه کنه، عذر میخوام 2 تریلیون دلار، که شما رو ببره بنشونه تو تهران، دست گلم طوق گلم بندازه گردنتون. و مسئله اینه که علاوه بر هزینه نظامی، بحران انرژی، بحث ارزم به حضورتون جان سربازان آمریکا، ما در شرایطی هستیم که جبهه چپ بسیار قوی شده و حزب دموکرات رو بلعیده و الان کلی سناتوری که هستن، نماینده هایی که در کنگره آمریکا هستن، رسما افرادی هستن که چپن که رویکرد سیاسیشون هم کاملا افراطیه. در این صورت ما یه پنجره کوتاه داریم بدون تعارف، یا از این فرصتی که هست استفاده میکنیم، یا بعدش تازه باید بشینیم که حالا این داستانی که برامون پیش اومده کی یه روزنه دیگه برای ما باز میشه. مسئله اینه. درسته. دکتر جان، شما در یکی از برنامه هاتون، فکر میکنم با آقای نجات بهرامی بود، این موضوع رو تا حدودی اشاره کردین که خب برنامه شاهزاده مشخص هست و داره کار خودش رو انجام میده، اما آقایان کچلواری، این آقایان کچلواری چه کسانی هستند که اون مسیر مسئله دیپلماسی جنگ رو جلو نمیبرن و به قولی ما یقه کی رو باید بگیریم برای این مسئله تجهیز کردن و پیگیری تشکیل ستاد جنگ یا اتاق جنگ برای مبارزه با جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. من یک مثالی هم بزنم. فکر میکنم حدود 1 سال پیش بود، خانم نرگس محمدی اشاره کرده بود به اینکه مبارزه باید مدنی باشه، در خیابان تجمع مسالمت آمیز بشه و خود شخص من کسی بودم که ایشون رو تمسخر کردم که مأموری که با اسلحه ساچمه‌ای یا با باتوم جلوی روی ما اومده، یا همین حال حاضر هم میبینیم که با گلوله جنگی داره مقابله میکنه با مردم، با کنش مدنی کنار نخواهد رفت. این آقایان کچلواری که شما اشاره کردین بهشون چه کسانی هستند؟ چون ما با یک سری موضوعات خیلی خطرناک مواجهیم. به عینه دیدم برای بعضی مسائل دوستانی هستند که پیگیر هستند کارهای اقدامات مسلحانه انجام بدن، مجبور شدن میرن سراغ همین اینفلوئنسر و واینر و افرادی که شاید تا دیروز ما به اینها میگفتیم عادی ساز، اما الان دایه‌دار این مسئله شدن و ادعاهای عجیب غریب، 10,000 نیرو، 5,000 نیرو یا تیپ فلان. خب به جرئت میگم که حتی نمیدونن یک تیپ نظامی متشکل از چند نفره. این آقایان کچلواری رو ما چطور پیدا بکنیم که مقابله باشه با همین مسئله؟ چون به قول خودتون تو همون برنامه گفتین بازی کامپیوتری نیست که اگر من گلوله خوردم کشته شدم دوباره ریست بشم چند پله عقبتر شروع بکنم. این رو هم ممنون میشم اگر جواب بدین و راهکار در موردش ارائه بدین. خب ببینید، چون وقتی یه رهبر انقلاب ملی انتخاب کردین، حالا چند نفرم فرض کنید در دفتر فعالن و تمام، بخش مابقی که احساس میکنن توانمندن و نظریه پردازن و قدرتمندن و خیلی جایگاه آنچنانی دارن، قرار نیست کاری که اون انجام میده شما هم همینجوری تکرار کنید. به عنوان مثال، من سوال اساسی اینه که حزب اساساً در شرایطی که جمهوری اسلامی الان کشور رو در ید اشغال خودش داره، حزب چه معنایی داره؟ اینکه هر روز شما دور هم جمع بشید از تاریخ بگید ما چی بودیم چی شدیم فلان، خب این رو قبلا من و تو هم گفته، الان ایران اینترنشنال هم داره پخش میشه. یعنی کار رسانه که کار شما نیست. شما نمیدونم میخواین ادای مثلا رهبری انقلاب رو در بیارین، خب اونم که مشخص جایگاهش.
بسیاری از افراد این میانه هستن، 24 ساعت مشغول رسانه هستن، یا در همین من در شهرهای مختلف میبینم گروه های خودشون رو دارن. یک سری احزاب تشکیل شده، ولی درگیری بین این احزاب خودش یک حاشیه‌ای در همین اعتراضات ایرانیای خارج از کشور ایجاد کرده. این که فلان سکو رو فلان حزب بگیره، یا درگیری هایی که بین این احزاب به صورت جبهه هستن، حزب هستن، جریان هستن و به هر شکلی. من اون چیزی رو که نمیبینم، وظیفه اینایی که بیرون هستن و حزب تشکیل دادن. شما وقتی حزب تشکیل میدی ادعا میشه که کننده کاری. وظیفه حزب در شرایطی که ایران در اشغال و در اون وضعیت تحت حاکمیت این فرقه تبهکاره اینه که شما راهی برای آزادی پیدا بکنی. از دل این احزاب بایستی فرمانده بیرون می اومد. از دل این احزاب بایستی یک شبکه‌های منسجمی برای اینکه با داخل ارتباط منسجمی داشته باشن، که از دلش الان من نبینم هر بلاگری میگه آره آره من دارم فلان استارلینک فرستادم و نمیدونم چند تا اسلحه فرستادم. همش هم توهم. نمیدونم لشکر 10,000 نفری در خوزستان دارم و نمیدونم 20,000 نفری در خراسان دارم، که اگر داشتین که الان مملکت آزاد شده بود. کسانی که از هر طرف اومدن، هر کسی کتشلواری تنش کرده و اون بالا ایستادن بیرون، که وضعیت رو میبینیم. هر گروهی داره با یه گروه دیگه مقابله میکنه که این تظاهرات رو من برگزار کنم، پرچم من بالا باشه، اتیکیت من باشه. و من نمیبینم هیچ اون مبارزه‌ای که ایران لازم داره، مبارزه میدانی. ایران با عرق و خون و بوی باروت آزاد میشه. خارج از این همش حرفای اضافه است. شما هی برو از تاریخ بگو، از فلسفه بگو، مردم آگاه شدن به اندازه کافی و بهتر از شما میدونن، هم خوندن هم تجربه زیستشون 24 ساعت دارن جمهوری اسلامی رو لمس میکنن. همه یه کت شلواری پوشیدن. حالا میدونید مراد از کت شلوار این نیست که خود کت شلوار، به این که انگاری میخوان از اون مبارزه مدنی و نرم خارج نشن. حرفشو میزنن ولی وارد نمیشن. کت شلوار پوشیدن و کروات و پاپیون و اینها یک استعاره از مبارزه مدنی. هر آن کس که در مبارزه مدنی مونده، یا کسی میاد از مبارزه میدانی صحبت میکنه، یک کانالی ور میداره حمله میکنه به یک گروهی که نمیدونم شاهزاده، حالا یا یک شخصی حمله میکنه، شاهزاده محمد جولانی نیست، نمیدونم مردم ایران هم تروریست های سوریه نیستن. دوست من شما فقط این بخششو بلدی، شاهزاده گاندی هم نیست، چون ایران رو به روش گاندی نمیشه آزاد کرد، به روش ماندلا هم نمیشه آزاد کرد، به هیچ روشی که در خارج از خاورمیانه است نمیشه آزاد کرد. بله میخوان الگو بدین، ما بهتون میگیم ایران به شکل تاریخی و اساطیری برای خودش کلی ذخیره داره. بهرام گور، کسی که اومد برای جایگاه پادشاهی خودش جنگید، این یک اسطوره داره در مورد بهرام گور. حالا من در یک ویدئویی که امروز هم منتشر کردم این رو اشاره کردم. وقتی بهرام گور که در بین لخمیان عرب، اعراب جنوب عراق کنونی، اونجا شاهزاده بود، گذاشته بود که تربیت جنگاوری پیدا کنه، چون لخمیان جنگاورانی بودن که جلوی اعراب بادیه نشین بودن که به قلمرو ایران نفوذ نکنن در دوره ساسانیان. وقتی که یزدگرد یکم دیگه از دنیا میره، بهرام برمیگرده که جانشین پدر بشه، رقیبی پیدا میکنه به اسم خسرو که حاکم حالا یک جاییه، و شرط میگذارن که لیاقت، بر اساس لیاقت باید شاهی رو پس گرفت، و شرط اینه که در درون یک قفسی 2 تا شیر گرسنه باشن. 2 تا شیر گرسنه میذارن و بهرام بدون اینکه تعلل بکنه شمشیر میکشه و داخل قفس میره، 2 شیر رو میکشه و تاج شاهی رو از اون وسط بر میداره بر سرش میذاره. داستان امروز ایران بی‌شباهت به این داستان بهرام نیست. درسته این اساطیریه، درسته به اون شکل و در شاهنامه هم اومده، خب ولی در تاریخمون هم واقعا بهرام در بین لخمیان بوده، بعد به کمک لشکری هم که بوده، یکی از فرماندهان لخمی عرب، اون میده و اون رو با اون لشکر وارد مدائن میشه و اون شخص رو کنار میزنه و خودش پادشاه میشه. داستان اینه که امروز هم مسئله همونه. یعنی ما از جولانی صحبت نمی کنیم، ولی واقعیت اینه که ایران رو باید پس گرفت. اون آقایی که از اون جولانی صحبت میکنه، حالا کسانی که قبلشون هم خودشون دوره محمد رضا شاهی که
یک آدمی بود که کل جنبه‌های لیبرالیسم وجود داشت، بر اساس اقتضاعات تاریخ اون موقع که چریکای مسلط تو کشور بودن یه سری فضاها رو مجبور بود باشون مقابله بکنه. اون موقع کلاش خوب بود. الان که جمهوری اسلامی هست کلاش بده؟ شما همه شما که اشاره کردین، شما هم موقع کلاش دستتون بود. از طرف دیگه در تاریخ معاصر ما مگه با همون اسلحه و تفنگ و شمشیر و فلان تهران رو فتح نکردن؟ مگه پدران ما نبودن از مازندران و گیلان و آذربایجان و اصفهان و بختیاری و خراسان و کردستان مگه پا نشدن اومدن؟ مگه از کرمانشاه نیومدن؟ شما چرا دارید مغالطه میکنید؟ یه تیکه رو میگید برای اینکه داره یه تشبیه از شاهزاده میسازین در قبال محمد جولانی. محمد جولانی که همین الان دعوتش میکنن کاخ سفید. دنیا این چیزا حالیش نیست که تروریست بوده دیروز. شما تشبیه میکنید شاهزاده رو به محمد جولانی که کسی دیگه جرئت نکنه از این حرفا بزنه. بیا من مثال به سردار اسد ازت برات میزنم، تاریخ معاصر، و مثال بهرامی که هم در اساطیرمون هم در تاریخمونه. و ما این مغالطات تو مغزمون نمیره و میدونیم متاسفانه این افرادی که میان با این لفظ صحبت و اون کانالایی که اونجوری تخریب میکنن روزی همونا هم بر سر این ایده خواهند اومد. چون نخبگان ما 5 سال از مردم ما 5 تا 7 سال عقبن و این مشکل ماست. مردم امروز درک میکنن، لمس میکنن، گرفتار نون شبشونن و وضعیت اینجوری آشفته است. و نخبگان هنوز بعضی نخبه که الان خود نخبه پندار، اینا کسانی هستند که 5 تا 7 سال از این جامعه متاسفانه عقبن ولی خسارتش رو به مردم میزنن. درست ازت. خب دکتر رشیدی عزیز، از اینجا به بعد رو من میخوام برم سر وقت سوالات بعضی از دوستان که زحمت کشیدن قبلا برای ما فرستادن. دوست عزیز به اسم گرشاس گفته درود بر شما. به نظر میرسد سردرگمی هایی که سیگنال های متناقض ترامپ ایجاد کرده به عنوان یکی از موانع فعال شدن هسته انقلابیون بوده است. اساساً فرمت این انقلاب برای مردم تشریح نشده است. در واقع استراتژی ها از سناریوی فرار عوامل رژیم تا عملیات فتح و نبرد تن به تن با مزدوران متفاوت است و این موضوع یک گیجی در جامعه ایجاد کرده است. لطفاً در این مورد صحبت کنید. خب قبلا هم اشاره کردیم. ببینید حالا خیلی این روزا من خیلی در مورد این مسئله توضیح دادم. آمریکا 2 تا سناریو داره دیگه. یک سناریویی که بتواند جمهوری اسلامی رو به عقب برونه، یک تفاهم نامه یا توافق تسلیم، البته قبل از جنگ بود، الان که درگیر تنگه هرمز شده اینا فعلا به دنبال اینن که بر سر مسئله هسته‌ای و تنگه هرمز توافق بکنن. اما قبلش اینجوری بود که اینا به دنبال این بودن که در داخل نظام یک شخصی رو پیدا بکنن و یک گروهی رو و جمهوری اسلامی رو رفتارش رو تغییر بدن. یعنی گام اول تغییر رفتار جمهوری اسلامی که اگر نشد به سراغ تغییر خود جمهوری اسلامی برن. همین مسئله که 2 سناریویی بود و سیگنال هایی که ترامپ فرستاد خب هم باعث شد که کشورهای عربی با اینکه بهشون حمله شده بود بلا تکلیف بمونن و کاری نکنن. هم بازیگران دیگه این نگاه رو داشتن، هم جمهوری اسلامی به اصطلاح دندونای ترامپ رو شمرده بود و میدونست ترامپ فعلا چون به دنبال این سناریو اینا میتونن از زمان استفاده بکنن. از سمتی هم دلیل یکی از دلایل این مسئله این بود که حتی در کنار اینکه فشارهایی که از اون بر وجود داره، تغییر رویه آمریکا از اون جنگ‌های تمام عیار، از داخل هم خب همینجوری که میبینیم ما شاهد یک جبهه عملیاتی در روی زمین نبودیم. مردم عادی بودن که با دست خالی اومده بودن و برای اعتراض و گرفتن حقشون که این فرقه تبهکار همچین جنایتی رو در حق مردم ایران کردن. و در جریان جنگ هم ترامپ بارها اشاره کرد زمانی مردم بیان بیرون که اوضاع خوبه، بعدش هم گفت مردم نمیتونن با این وضعیت بیان بیرون. یعنی شرایط برای مردم هنوز فراهم نشده بود که وارد آتش بس شدیم. در واقع مردم بین سیاست 2 سناریویی و جنگ روانی و بازیایی که ترامپ داره پیاده میکنه و عدم سازماندهی که وجود داره، بخشش به خاطر شرایط موقعیت خاص جغرافیایی ایرانی که سخت مثل کشورهای دیگه بتونیم سازماندهی رو انجام بدیم و بخشش هم حالا خودمون نکردیم دیگه، حالا تحت تاثیر عوامل مختلف، از اینکه خیلی
توی بوق مبارزه مدنی میکردن، نمیذاشتن دیگرانی که نگاه متفاوتی دارن حتی جرأت بکنن این حرفا رو بزنن. من میدیدم در سالهای گذشته بعضی از کانالهای تلگرامی، گروه ها از این حرفا میزدن. حتی یه زمانی زنده یاد روح الله زم هم گفت که جمهوری اسلامی با حمله نظامی و مسلحانه میره. همون موقع ایشون اشاره کرده. خب به هر صورت مردم حق دارن که همینجوری هاج و واج بین این وضعیتی که اون قدرت بین المللی یعنی آمریکا داره و این شرایط بلا تکلیفی که در داخل هست که مردم میدونن بدون تجهیزات برن باز یک فاجعه بزرگتر از دیما اتفاق میفته. و این شده که مردم در این جایگاه. دلیل اینکه این همه ما اصرار میکنیم اینه که یک، بر روی زمین تهدید ایجاد بشه، برنامه داشته باشیم و با پشتوانه همین برنامه بتونیم در قالب سناریوی جنگ با آمریکا و با اسرائیل وارد گفتگو بشیم و حتی کشورهای عربی و گزینه رژیم چنج رو به اولویت اصلی آمریکا تبدیل بکنیم و تمام این عوامل یک جوری در پیوستار با هم قرار دارن. درسته. دوست عزیز دیگه به اسم کوچرو هم سوال پرسیدن از نظر استراتژیک آمریکا و اسرائیل باید چقدر و چه نوع ضربه‌ای به ساختار نظامی و سرکوب رژیم بزنن تا خیابان برای قیام سراسری آماده شه، با توجه به اینکه دست خالی هستن مردم هنوز. که فکر میکنم این بخش رو یعنی در بخش قبلتر به این سوال پاسخ دادیم، ولی اگه گفته هست میتونین همینجا الان اعلامش بکنم بهش پاسخ بدیم. خب مسئله که وجود داره یک همون چیزی که گفتم، یکی این که ما اون شرایط رو فراهم بیاریم، نقشه داشته باشیم، فرماندهی ایجاد بکنیم، اتاق عملیات باشه، به پشتوانه اون در قالب دیپلماسی جنگ بتوانیم گزینه رژیم چنج رو به گزینه اصلی تبدیل کنیم که کشورهای دیگر هم جرأت بکنن در این مسیر قدم بذارن. اعراب نمیتونن در این وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده که هیچکی نمیدونه قرار ترامپ چی کار بکنه وارد این مخمسه نمیشن که یه روزی اگر ترامپ باز نظرش بر معامله بود اون موقع ناوای آمریکایی خارج شدن باز جمهوری اسلامی میماند و این کشورها که جمهوری اسلامی یک بازیگر زخم خورده است اون موقع. و اینکه باید در اون شرایطی برنامه‌ای چیده بشه که مردم به یک شکلی به کمکشون شتافته بشه و تجهیز بشن. قبل از اون باید توان حمله جمهوری اسلامی به صورت پهپادی موشکی به مردم که جمهوری اسلامی تا اون مرحله هم جلو خواهد رفت، اون خطر باید از بین بره، چون الگوی براندازی جمهوری اسلامی آزادسازی شهر به شهر و جمهوری اسلامی ثابت کرده که میتونه از این جنایت‌های وحشتناک هم انجام بده. درسته. دوست دیگری هم سوال پرسیدن چی باعث میشه آمریکا بیاد سمت حمایت از مردم رو براندازی، که باز الان پاسخ دادین. اما دوست دیگری پرسیدن آیا ممکنه به خاطر توقعاتی که ترامپ از خلیج فارس و تنگه و منابع ایران داره تمایل به گروهی داشته باشه که روی منافع ایران حساسیتی ندارند؟ جغرافی ایران به یه شکلی که هر کسی در جغرافی ایران حکمرانی بکند ناگزیره که یک مسائلی رو رعایت بکنه. ما یه بحث ژئوپلیتیک عمومی داریم، افکار عمومی تعیین میکنن که شما رفتار اون بازیگری که در خاک ایران هست، الان حتی جمهوری اسلامی است، در قبال خلیج فارس و بعضی از مسائل اینجوری کوتاه نیاد. یعنی شما تصور کنید که بخواد به یک بازیگری که در خاک ایرانه تحمیل بشه که حالا عقب نشینی کنه از منافع ایران در خلیج فارس. اما این زیاده خواهی که جمهوری اسلامی داره فراتر از کنوانسیون های بین المللی، نه اون پذیرفتنیه نه اون توییت هایی که ترامپ میزنه و به اون شکل. یعنی هیچ کدوم از اینا در قالب حقوق بین الملل نیست و هیچ کسی هم پذیرای این مسئله نیست که اگر در مورد تنگه هرمز همچین اتفاقی بیفته یک بابی باز میشه، یک بنای یک عرف غلط که اون موقع در باب المندب، در بوسفور، داردانل، مالاگا و خیلی از جاها این باید اعمال بشه. یعنی شما یک شرایطی رو فراهم کردین که اساساً به چالش میکشه حق عبور بی‌ضرر در دریاهای سرزمینی و حق عبور ترانزیتی در تنگه ها رو. یعنی شما استثناء قائل شدی، پس این استثناء خودش باعث شکستن قانون و بیقانونی خواهد شد.
نه رویکرد ترامپ هیچگاه پذیرفته است، نه رویکرد جمهوری اسلامی که به دنبال باجگیری از حق عبور ترانزیتی که از بر اساس کنوانسیون 1982 پذیرفتنی نیست. سپاس از شما دکتر. من به عنوان بخش پایانی میخواستم بپرسم پیشنهادتون الان برای هموطنانمون که داخل ایران هستن یا حتی خارج از ایران، با توجه به بمباران خبری که چه از مسائلی که ترامپ به وجود میاره، چه مسائلی که حتی اینفلوئنسر واینر و دیگر کسان به وجود میارن، مردم رو به گمراهی میبرن، در شرایط حال حاضر پیشنهادتون برای خود مردم چی است؟ چه کاری باید انجام بدن؟ آیا هم مسیر باشن با کسانی که تریبون دارن در فضای مجازی و به دنبال اونها برن، یا فعلا باید صبر بکنن؟ پیشنهاد شما در این رابطه چی هست در حال حاضر؟ در شرایطی ما قرار داریم که مردم واقعا گوششون بدهکار این حرفا نیست. چون مردم همینجوری که در خونه، از خونه که خارج میشن، حتی فضای خونه الان تحت تاثیر بحرانی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، قحطی که در دو شکل داره رخ میده، یکی اینکه نبود کالاها و دیگری گرانی که اون گرانی یه زمانی ناشی از کمبود کالا یا یه زمانی ناشی از اون وضعیتی که کشور وجود داره، و در هر صورت منجر به این میشه که اون شهروند ایرانی در خیلی از چیزا قحطی رو حس بکنه و اون سرکوب و اون نمایش های حکومتی که بیشتر داره مردم رو عصبی میکنه. مردم دارن به سمت یک خیزش دیگه حرکت میکنن و گوششون بدهکار این چیزایی نیست که ما هم اگه بیایم خلاف نظر مردم حرف بزنیم مردم گوششون بدهکار نیست. مردم امروز به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی باید برود وگرنه زندگی وجود نداره، و به خوبی هم میدونن که جمهوری اسلامی به این شکل نمیره. جمهوری اسلامی با تجهیزات میره، با توازن خشونت میره و با یک پلن عملیاتی. به نظر من مردم تحت تاثیر این داستانا قرار ندارن و نمیگیرن و هرچی فشار داره میاد به واقعیت زندگی نگاه میکنن و اون چیز واقعی هم که وجود داره، اون صحنه واقعی که من دارم میبینم، متاسفانه بیرون عده‌ای همچنان در اتاقای گرم نشستن و همچنان دارن در مورد نامسئله ها صحبت میکنن. امروز ضرورت اینه که همه بکوشن در این که راهی و نقشه‌ای و پلنی و ایده‌ای و ابتکاری باشه به این، یعنی بحث تجهیز مردم کمک بشه، به بازیگران در اون قالب فشار بیاد، بر اساس یک استراتژی و سیاست منسجم و مشخص شده، نه اینجوری که همینجوری آشفته و هر کسی هر اتفاقی میخواد بیفته، هزار نفر صاحب داره. یه شعبازی رو گفتن انگاری بردن و یه کارایی باش کردن، این میگفت من یه عده رو فرستادم، اون بلاگر میگفت من بودم. به هر صورت این ابتذالی که وجود داره متاسفانه در تمام شئون این سپهر سیاسی ایران گسترش پیدا کرده که این ناشی از همونه که فرماندهی میدانی وجود ندارد. سپاس از مهر شما دکتر رشیدی عزیز بابت وقتی که در اختیار من قرار دادین و اجازه دادین که در کنارتون این سوالات رو بپرسم. دوستان عزیزی که تا اینجا برنامه کنار ما بودن و تا پایان برنامه همراهی کردن، چه در صفحه اسمایل تو نیوز و چه در صفحه زاگرس رشیدی، چه در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر میتونن برنامه های من یا دکتر رشیدی رو دنبال بکنن و ممنون میشم اگر کانال ها رو هم لایک و سابسکرایب بکنن. ممنون از همگی شما دکتر. شما هم اگه صحبتی ندارین که با اجازه رفع زحمت بکنیم. نه، من سپاسگزارم. همین. ممنونم. شبتون بخیر باشه. باشه کنم. شب شما هم بخیر.